سلام و درود. فرزاد فرزین، آناهیتا درگاهی و امیر حسین فتحی با هنرمندی نوزن بیاتی، فرزاد حسنی، عباس جمشیدی فر، شهرام قائدی، نگار فروزنده، شهروز دلافکن، در کنار فرهاد آیش، امیر دیشکام و با حضور زمانی از جمله چهره‌هایی هستند که در سریال قطب شمال نقش آفرینی کردند. به کارگردانی امین محمودی یکتا و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان. در خلاصه این داستان، همایون و ارغوان در آستانه ازدواج قربانی خیانتی هولناک میشند. همایون پشت دیوارهای زندان برای انتقام از سامان لحظه شماره میکنه که مرگش از راه میرسه. آرشام یکتا متولد میشه و دختری به نام صحرا کنارش قرار میگیره تا مسیر انتقام از خائنین برای آرشام هموار شه. و پخش اون از جمعه 7 اردیبهشت ساعت 8 صبح